الحمید. نجار استعداد نجاری را داره اما قرار میشینه در خانه خود، یک نجار بیرون نمیبره. معمار استعداد معماری را داره مصرف نمیکنه، قرار در خانه خود میشینه. استاد لیاقت استادی را داره مصرف نمیکنه، قرار در خانه خود میشینه. دریور در خانه خود میشینه، معلم مامور دفتر دیقان در خانه خود میشینه. دنیا آباد میشه و ایران امی مطلق زندگی انسانی هم ضرورت بینمی مصرف داره. خب مصرف به جای باشه یا بی جای؟ دریور وقتی مصرف کنه که مردم بیرون برآمده باشه، طرف کار و وظیفه روان باشه. در وقت کار و وظیفه تیم وظیفه مردم کلش در استادگاه استاد است، یک موتر پیدا نمیشه. خب مردم که بیچاره رفتن پس در خانه، حالی وقت استراحت است، دریور و کلینر برای میگه شار 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 صدا بکنه. این بی وقت است یا با وقت است؟ این انفاق صحیح است یا ناصحیح؟ انفاق بکنه خود وقت بکنه. در کدام وقت بکنه؟ که وقتش مناسب باشه. وقتش مناسب باشه. بالای کی انفاق بکنه؟ بالای کسی که ضرورت برش داره. یک آدم ضرورت داره در دفتر، او را موتروان بالا نمیکنه. او بیچاره میگه من بالا میشم. نه نه نه، یک نفری دکاندار کش کرده رویست که بیاد موتر بالاش. بیا که از اینجا تا چیرا پلی باغ عمومی را تو را میبرم. او میگه بیا برم دکانم میمانه، من ضرورت ندارم در اوجا. او شله است که نیمه تو را میبرم. دیگه نفر شله است که مرا در پلی باغ عمومی ببری نمیمانه شد که بالا شود. این درست است؟ نه، مناسب نیست. انفاق مناسب باشه. علم در خود جای داره، در خود وقت داره، در خود موقع داره. اول از عالم شروع میکنیم. ای علما، ای کسی که دعوای ادناترین علم داره، شما باور به الله تبارک و تعالی بکنه که از هر لحظه و ساعتهای دیگه امروز انفاق علم سر شما بسیار فرضی تاکیدی است. چرا فرضی تاکیدی است؟ دشمنای دین ما بر علاوه که در تمام ممالک اسلامی مداخله نظامی علنی داره، لیکن تلاششان از نگاه تعرض فرهنگی خیلی زیاد است. از چی کرده؟ از تعرض نظامی کرده. امروز برای محو مفکوری صحیح و صفای تو آنقدر وسایل یاد کار انداخته که قدم میمونی غیر از وسیله دعوت به سوی فحش دیگه چیز دیده نمیتونی. اگر موبایل میگیری که امی بری تو زنگم میادم و زنگم چی است؟ ساز است. سازی که تو را یک دم تحریک میکنه. اگر در موتر میشینی ساز است، اگر در هتل بالا میشینی ساز است، اگر در دفترک میری سعی میکنی که دخترک در تلویزیون با این سیستم برات میاد ناز و نزاکت میکنه که پرسان نکن، حالی کار را فراموش میکنی، متوجه از او میشی. مردم ها به خاطر سریالا با جای از این که چیسته کالا را در چی پرته برادری خود گرفته، همونطور که البته کالاست یخجال انداخته. الکی سریال تلسی تیر نشود. امی حالت ها هست یا نیست برادرها؟ این را باید باور بکنیم، این را باید یقین بکنیم. جناب عالم، ای جوان، ای بچه جوان، ای دختر جوان، ای پدر پیر و ای مادر پیر، چرا مبتلا به این مزخرفات؟ خانه به مجردی که داخل میشی امو خانه قابل افتخار از زندگی خوش داره که تلویزیونش شو تا صبح چالان باشه، کلان باشه، عکس تصویر خیلی کلان نشان بده. خانه خیلی زندگی خوب داره که کیبلش بسته باشه با دنیای چی دیگه، در اونجا عکسای نعوذ بالله لچه ببینه. این مشکل است. عالم تو علم خود در چی جمع کرده؟ تو انفاق بکن امروز، پشت معاشا نگرد. ای دکتر صاحبا، بر علاوه که علا دو پانتونی دولتی، دو پانتونی شخصی ساعتای تانه تقسیم کرده، بیایه به خاطر رضای الله که همی استعداد و همی قابلیت الله براتان داده، یک ساعت به خاطر رضای الله دیگه جایم نه. امونجا که مسئولیت داری خطیب و ملاستی، امونجا یک ساعت به قرآن خاص کنی، یک ساعت به عقیده خاص کنی، یک ساعت به درس حدیث خاص کنی، یک ساعت به درس مستمر سیرت رسول الله و اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص کنی. وجود داره؟ شما بگید، فیصله کنید شما. ما چطور بگیم
ولا یهود و نصارا آمده کل گیر گمراه کرد، خود گمراه میشه. در کله و در دماغ ما دیگه چیز نیست. یک درو برام دعوت به سوی نمو گپا داده میشه. مسئولیت علما زیاد است یا نیست؟ اگر ما دمی موقعم یک لحظه غفلت بکنیم، یک لحظه غفلت، 100 سال عقب مانده شدیم یا نه؟ به میلیون ها سرمایه دولت ما، بچه و دختری جوان ما گمراه شد یا نشد؟ از دست تو شد. چرا مردم ما، جوانای ما رفت در روسیه یک دم مفکوری کمونیستی را آوردن؟ مفکوری کمونیستی که آنقدر باطل است که ادناترین کسی که کمکی عقل داشته باشه او را باطل میگه. و اینجا پس آمدن تا عالی را، ارگانش وجود داره، جلسات سیاسی داره، مردم دعوت میده و تا عالی را افتخار به لینن میکنه. از دست تو ملا صاحب بود. چرا؟ امی بچگک وقتی که خرد بود در مسجد در پیش تو آمد، یک موضوع عقیده را برش نگفتی، یک آیت قرآن برش ترجمه نکردی. امی قدر یاد دادی بندی کیستی، امتی کیستی، ملتی کیستی، چاریاری دوستاری کیستی. بعضی ملاها خو مسائل مسلک دیگر را یاد میده. برش چی میگه؟ اصول دین چند است؟ بازو برش میگه اره با تو بگویم، اره رم قطش میگه که از کدام قوم هستی؟ اره با تو بگویم 8 قسم است. گفته نگفته براتون ملا؟ بیچاره نمیفهمه که از کدام مسلک است. الله رحم بکنه. این مسئولیت علمای ماست. سخت حالت خراب است و علمای ما در این روز یک ثانیه غفلت و یک ثانیه بی‌توجهی کردن برای خدمت به نزد الله متعال مسئول هستند. الله از پیش ما سوال میکنه و مما رزقناهم، از آن چیزی که ما برش روزی دادیم. دیگری ها گرفته، معاشا گرفته، هر کدامتان عالی خوب زندگی مرفم داره، بیایی به خاطر دین الله یک چیزی حصه از عمرتان بده. الله توفیق بده. مالدار، ترجمه مولای متوکل، به یک نفر هیچ کدام لذت نداره اگر ما قطم موتر نباشه، اگر ما چیستا اجرت تیلم داده نشوه، اگر ما مشکل اقتصادیم حل نشوه، در کمپانی زندگی میکنم صبحکی در چی در لاسپیکر، او لاسپیکر هم کسی برام بخره، باز بعد از اون برقم خوب فعال باشه، بعد از اون دروازه مسجد اعلا باشه، بعد از اون مردم ترجمه بکنم یا 10 یا 15 یا 30 نفر امی قرآن ترجمه کده میتونم. خب ما به 1000 نفر برادر و خواهر ترجمه را رسانده نمیتونم. توسط کی رسانده میتونم؟ اینمی دنیاست که توسط تو مالدار تو فکر کردی که من کی مالی خودم مصرف کنم، چه قسم مصرف کنم، ده کجا مصرف کنم. یکی از مسئولیت های علمای ما دلسوزی بالای تجارای ماست. عالم حق پرست باید دل سری امو تجاری ما خود بسوزانه که امی تجارم خود مال داره، خود امی مالی از این کجا مصرف شود. این تجاری ما اعلان میکنه که مسابقه سیرت شود، کسی که اول نمره شد یک موتری 40,000 دلاری را برش میخریم و هم بیا قطعا مشوره کنه به خاطر که ازمی مسابقه یک چیزه که به من میرسه میگه ماجیز بهترین کار است. اینقدر خوب کار است حاجی صاحب، چقدر مردم سیرت رسول الله را میخوانه. سیرت رسول الله کدام سیرت میخوانه؟ تاریخی وفات و تولد و جنگا و اینه میگه پا درسایی که از اخلاقی پیغمبر گرفته میشه این خوانده نمیشه، عبرتایی که از غزوات پیغمبر گرفته میشه این خوانده نمیشه. تجارای ما امی مصارف کردن یا نه؟ چندین لفتاب، چندین کس عمره و حج برش داده شد. خب عمره و حج به کی داد؟ به مو کسی که میره در عمره و حج هم لیکن عقیده شرک داره. همون جمع که میره بگوی در غار حرا میره، غار حرا را سنگایش کدر رویسته تسبیح سرش میماله پس میا به دوست خود میگه ایره در غار حرا مالیده. برای از چی؟ حج و عمره برای از چی فایده رسان؟ عقیدهش درست نبود. و جناب دکتر صاحب و جناب عالم صاحب سری تجاری دل بسوزان. اینطور تجاری که مال داره و میخواه خدمت دین بکنه، اولین امر بنیادی صحت عقیده است. برش بگو که جناب حاجی صاحب تو این مصرف میکنی؟ بیا یک کتاب عقیده است، بسیار نیک کتاب است، در دسترس هر کس که قرار بگیره.
شرح ارکان اسلام قطع ما بود، 2 کارتن آمده بود. آنقدر زیبا کتاب است که هیچ پرسان نکن. کتاب توحید امی شخصیتی را که مردم بد میگه، مردم بد میبینه، محمد ابن عبدالوهاب. الحمدلله شما مطالعه کردید، بخوانیش که یک دفعه حقیقت دین براتون معلوم شود. عشر اخیر ده 3 جزء اخیر قرآن کریم تشریح شده، تفسیر شده. خود در زمینی از او مسائل عقیده هم است، مسائل فقهی هم است. آنقدر زیباست که هیچ پرسان نکن. دعوت بده امی تاجری خود برش بگو که امی قدر مردم غریبی به بضاعت داریم که حتی امی 100 روپه که قیمت اینمی کتاب میشه یا نداره، یا امی فرهنگ افغانای ما وجود نداره که کتاب پیسه بند بده و کتاب بخره، مطالعه کنه، از او چیزی یاد بگیره. بیا برش بگوی که 40 روپه یا 70 روپه کتاب اصلی روش نماز است، امیر چاپ کو، بیا امیر مفت مردم توضیح کنیم که نمازایشان درست شود. خوش به ایستمه که در تلویزیون ظاهر شویم، در تلویزیون شهرت پیدا کنیم. فلانی حاجی صاحب مسابقه را برای انداخته، باز در مسابقه شه تلویزیون ها یارا چی کنه؟ نشر کنه در دنیا که فلان حاجی صاحبی را گرفته بود، او در مسابقه شان فلان مولوی و ملا آمده بود. در یک جای میمان بودیم، یک چاشت، یک مولوی صاحب در اون موقع اردوی ما ترجمه قرآن داشتیم. یک برادر میمان کرده بود، اما مولوی صاحب گفت برای من، مولوی صاحب من والا قصد کردم کتاب دیگر را ترجمه بگویم. یک نفر پیدا شد گفت که می نانی مردم هم میدم. ما در اون مسجد که در اون وقت که ترجمه میکردم، آنقدر زنگ از خواهرها از کل ناحیه کابل برای ما می آمد، ورق رسیده بود. امی میگفت که برای ما اگر ترانسپورت باشه که ده بگه ترجمه بیایم. خب ما از 2 وجه، از چند وجه؟ از 2 وجه نمیتونستیم با رضا وعده بدیم و یکی خوب نداشتیم، مسائل پولی ما هیچ موجود نبود، اما آخرین زوری ما بود. از او خاطر بیچاره میگفتیم که والا ما دیگه زوری ما نمیرسه. یقینا دلم بسیار درد میکرد کسایی که خواهر این نیت داره که بیاد مرکز قرآن بشنوه. این مادر اولاد است، اولاد خدایی تو عقیده برش درس بده که هیچ پرسان نکن. و یکی هم نیست که اونجا خواهرها جایش دیگه گنجایش نداشتم، یا مسجد ما اینجا گنجایش نداره، اونجا در اولی فرش انداختیم، خواهرها در اونجا رفتن، در اونجا آواز میده. من بسیار تعجب کردم که خوب مولوی صاحب در مقتدیای تو، در متعلقین تو کسی پیدا میشه که نانی مردم میده، او ما یک کس پیدا نمیشه که یک موتر بگیره که عقیدهش درست شود. آلی خوی هم درسی قرآن است، تو هم درسی قرآن است، چرا امو کمکی خود دهی درسی قرآن نمیکنه که ما به جای 20 موتر 50 موتر بگیریم؟ چند؟ در جای 1000 نفر گوش گرفتن قرآن 2000 نفر گوش بگیره. چقدر خوب است. او عالم دلتا بسوزان سر امی تاجر ما 1/16 پولیش هدر نروه. در جای ای پولی ازیر مصرف کو که امی تاجر در روز قیامت احساس کنه که یقینا مال ما مال بود و مال ما یقینا که ثمره داشت، یقینا که مالم بجای خورده بود. امروز که یک خواهری ما عقیدهش درست میشه و بعد از او سلسله به سلسله اونمو عقیده صحیح یکی به دیگه انتقال داده میشه. آجی صاحب امی کسی که موتر گرفته ده شریک است یا نیست شریک؟ در سوره بقره بخیر میایه الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة. در اونجا باز تشریح براتان میکنم، براتان واضح میشه که 1 روپه در اینطور مقامات مصرف کردن چقدر اهمیت داره. امروز چقدر اهمیت داره. الحمدلله خواهرایی که در ترجمه قرآن کریم ما حاضر شده باز تلویزیون نمیبینه الا ماشاءالله، اگر کدام تا پیدا شود. خو ای کارا خو شده میتونه، حتما شده میتونه. یک آدم جور نمیشه، درس نمیگیره. خو الحمدلله اکثریت برادر و خواهرای ما که در این جامعه عقیده درست شده، نمازخوانیشان درست شده، حجابشان درست شده، اخلاقشان در خانه درست شده، از تلویزیون اجتناب کرده، از بی‌حجابی اجتناب کرده. فضل الله سبحانه و تعالی است. از الله خود خوب شکرگزار هستیم. ببینید دینی طور جای بعد مصرف شود پولی ما در این طور جای ختمش رو میکنیم. کی را طلب میکنی؟ اونمو رقم است که دکاندار نمیره، کار نداره، موتروان کش کرده است.
او کسی که کار داره او را بالا نمیکنه. ما که کار داریم، در کدام جای کار داریم باید مصرف شود، سرمایه گذاری شود. در هر نقطه با بچه جوان و دختر جوان ما مرکز اسلامی باشد. هر مسجد ما مکتبه بزرگ داشته باشد، کتاب اسلامی در اونجا فارسی، پشتو مکمل موجود باشد. دیگر از خیر است اگر ملا صاحب نمیکنه ترجمه، هر کس دیگر خود از دکان از کار فارغ میکنه، نماز دیگر که میخونه در انتظار شام میباشه که روزه را افطار کنیم. اگر در اینجا یک کتاب فتوا باشه، یک کتاب سیرت باشه، یک کتاب حدیث باشه، تا شام چقدر مسائل ما معلومات گرفته میتونیم با زبان خیلی ساده. در عربستان بری یک مسجدش به مکتبه نیست، در هر مسجدش بره کلان کتابخانه مثل کتاب فروشی ما واری وجود داره. خدا وطنی ما یک کتاب وجود نداره. مرده ما که میشه خیرت است، چاری فلانیست، سی کی هست؟ این قوم است که آمده 100 نفر قومی در گرد دیگ جمع است، کراکری و کش است، پش است، ترنگ است، ترنگ است، باز هزار طرف محترم میایا داکسنا استاد میشه که قیمتش 50,000 افغانی است. برای چی آمده؟ یک لقمه برنج اینجا از گلونی خود تیر کنه. این بدبخت، امی حقی فقیره، تو چرا میخوری؟ بمی متعلقت میگفتی که جناب کارتی خیرات به مرایی کدی، من خیرات خور نیستم. مستحقی خیرات خو فقیر است، بیواس یتیم است، بری ازو بده. این وطن خو کر و لنگ و کور این قدر است که کجی به کجی. الله اکبر، دامنی تماکام میگیره آدم بیخی میشرمانه، او در جیب تو چیزی نیسته، حیران میمانی که حالی چی کنم. امو را بده دیگه، خودت بار نکو، تکلیف نکش، مردم از کار و وظیفه مانع نشو. ببر عمود خواهرکی تا که اون جدیدی بگو خانه در کجاست خواهرم؟ در موتر بالا شد. امو خواهر ببر خب بی هم خانهشه که یقینا این کسبش است یعنی که یقینا ضرورت داره. از دو همسایه شام پرسان که کیه اینمی خواهر در اینجا چی رقم است. خب که برات یقین معلومات شد که یقینا همی خواهر یا نه یقینا مستحق است. همی مجموعه برنجک و روغن ببر در خانهش پاتاکو به خواهر بگو که دیگر از تو را دیدم خواهر دگیری حکمت داده نیستم، چرا 1 ساله نفقه تا خیلی نمه دادم. شما برای ما بگوید که یک خواهر دیگه در روی سرک میآید که به خارجی عاجزی کنه، چاپلوسی کنه؟ ننگ و غیرت ما داریم؟ ما مسلمانی واقعی اگر ننگ و غیرت داشته باشیم میمانیم؟ خب با تأسف او علما مردم بفهمانه، سری تجار دل بسوزانه، مردم تشویق کنه که کدام کارا بکنه. حالا چل است، حالا جمعه است، مصرف های گزاف شده را است و در کجا مصرف میشه؟ او مالدارم بیا یک فکر بکن. پیغمبر علیه السلام میگه لا تصاحب الا مؤمنا، همراهی نکو، دوستی نکو مگر همراه کسی که واقعا مخلص مؤمن باشه. با دوست مؤمن یقینا اصلاح تو میشه. ولا یأکل طعامک الا تقی، نخوره طعام تو را مگر کدام شخص باید بخوره؟ و تو کسی که بالکل متقی است، پرهیزگار است، قدم خدا به احتیاط میمانه که از مال تو یقینا او عبادت میکنه. خود عبادت یزو کی شریک میشه؟ تو شریک میشه. و نمو قسم بکن این مسئله مالدارم بود، رئیس دولت، وکیل پارلمان، وزیر صاحب، رئیس صاحب، خب موقع و مقام داری، او آمری اوزه، او آمری امنیت، خب میفهمی اینم اینجا یک مدرسه بنیادش نهاده شده، رئیس دولت خبر شدی امی قدر ده هر کس پاش داده رایستی، از اموجا فرمان صادر که از بودجه اختصاصی برای احیا و ترقی امی مدرسه که در اونجا درس قرآن میشه اینی قدر افغانی برای تعمیرش یا برای معاش استاداش تخصیص داده شد. جناب وکیل پارلمان، او وزیر صاحب، تو مسئولیت داری، خبر شدی په اشتهار یا اعلامه شد، همینجا بیا به محتمم بگو چقدر کتاب نیاز داری. من انشاءالله یک لگ افغانی را کتاب قط شما خودم هم نمیخرم، فقط با سفارت عربستان در تماس میشم، با سفارت پاکستان. اونجا مؤسسات خیریه زیاد است. در عربستان مردم کسی را پیدا نمیتونه که صدقیش سرش بخورانه. ما خودم فقط در یک عمره رفتم در مدینه منوره، در مسجد نبوی سرمایه‌دار 100 نفر اجرت کراکار میگیره، در یک روز برشان 100 درهم میده
که 1300 افغانی شود 100 درهم میده. به خاطر چی میده؟ که در افطار در دسترخوان افطاری من نفر پیدا کن. کسی که در عمره رفته در رمضان مبارک این گپا را مکمل مشاهده کرده. وقتی که در داخل مسجد نبوی داخل میشی که می نفرا میده و که محکم میگیره تا ریشی تا بوسه میکنه. ریشی اینطور به یک چاپلوسی تو را در دسترخوان خود کش میکنه. یک رقم خوشوقت میباشه که نفر در دسترخوان آوردم. چرا؟ به خاطری که کس پیدا نمیشه که دسترخوان چیش خورده شود. اگر ما و شما او مصارفی که اونجا ببینیم که در اشغالدانیا کدام خرمایی که چقدر قیمت داره انداخته میشه، کدام ماست قوطیگکی، کدام گوشت، کدام میوه که در اشغالدانی انداخته میشه، عربستان نخواد مسلمان بگوی، حکومت عربستان نخواد مسلمان بگوی. میگه که در مملکات های دیگه مردم از گشنگی میموره، ایره چی کنه؟ اونجا اونموتور مردم های سرمایه‌دار داریم کس پیدا نمیتونه که برش بده. آیا وزیری ما، آیا وکیل پارلمان ما قطعی سفارت رابطه کردن نمیتونه؟ همین مدارس سریپای استاد کردن نمیتونه؟ بالکل میتونه. انفاق چی را میگه؟ اینی را میگه. روی تا اینجا مصرف کن، رابطه کی داری، شناسایی کی داری، اینجا مصرف کن. از شما سوال دارم، وطن آباد میشه یا نه؟ کامپیوتر کار از اون طرف میرسه، میگه ما والا در یک مؤسسه کار میکنم، این مدرسه است. بله، 1 ساعت خدا وقت مدرسه کردم، بعد از دیگر از 4 بجه بیکار میشم، 1 ساعت برای مدرسه کار میکنم. لله فی الله. از اون طرف ماموری دفتر میدوه، میگه من در فلان جای دفترداری دارم، همین مسائلی دفترداری مدرسه را حساب مالیشه آنقدر مهارت دارم که پرسان نکن. 1 ساعت حساب مالی مدرسه در دوشی ما باشه. هر کس در این جامعه ما که چیزی قطش هست امور اینجا انفاق میکنه. افغانستان غنی میشه یا فقیر میشه؟ افغانستان دارای مدرسه میشه یا بی مدرسه میشه؟ افغانستان دارای درس و مراکز درسی میشه یا بی مرکز درسی میشه؟ کلگی. از همون خاطر قرآن کریم اشاره به این میکنه که حیات یا زندگی افراد یا جامعه انسانی به انفاق است. هر کدامشان چیزی که داره انفاق کنه. اینطور نگوید که کلگی برابر باشه. این به مثل وجود انسان است. دست انفاق میکنه قوت دستی خوده، زبان انفاق میکنه قوت گویایی خوده، چشم انفاق میکنه بگوی قوت بینایی خوده، گوش، دل، دماغ، کلی اعضای ما انفاق میکنه. اگر دمی اعضای یک عضو انفاق خود بند کنه، آل توازنی وجود انسان برابر باقی میمانه یا فلج میشه؟ چشم انفاق نمیکنه دیگه دیده نمیتونی. زندگی بد شد یا خوب شده میره؟ بد شده میره. کل جامعه نمی حیثیت داره و همین قسم باید انفاق بکنه. بدون از او دیگه چیزی راه کامیابی نیسته. این درس ها را قرآن برای ما میده، به شرطی که ما با این کتاب الله بشینیم از این درس بگیریم. و مما رزقناهم، از بعضی آن چیزی که ما روزی دادیم. الله میگه کلی شای انفاق نکنی. ما از شما مطالبه کلی مالیتانه، کلی علمیتانه، کلی قوتیتانه، کلی آبرو و عزتیتانه ندارم. ینفقون، خرج میکنه در راه الله تبارک و تعالی. مطلقی خرج نیست، در او جایی که مناسب است، لیاقت داره، در موقعش خرج میکنه. والذین یؤمنون، متقین چهارم صفتشان کسانی هستند که ایمان دارند به ما انزل الیک، با او کتابی که نازل کرده شده بالای تو، به طریق تفصیل تمام جزیات قرآن عقیده داره. این قرآن آخری کتاب میدانه و میگه بعد از آمدن قرآن تمام کتابای سابقه قابل عمل باقی نمانده. آخرین کتابی نمیسته و این کامل ترین کتاب است. کتابی است که دهی تغییر تبدیل نمیه، کسی دهی تحریف کده نمیتونه، نقصان و زیادت قبول نداره. حفاظتش کی به دوش گرفته؟ الله متعال. یک نمونه حفاظتش براتان میگم. یک نمونه حفاظت قرآن ببینه که الله حفاظت میکنه. مردم حالی قطع قرآن زیاد علاقه داره یا کم؟ نه، زیاد مردم علاقه به قرآن نداره. تنها که از شارارا که نزدیکترین قریه در مسجد ماست، اگر بیایه این مسجد پر میکنه. یک گوشش که بیا کلی گوشانی آلی از کلی کابل با اینمی قدر اشتهارا اینی قدر نفران. اکثریت مردم خوابی خود کرد
با قرآن تعلقه نداره. باید وقتی که با قرآن تعلقه نداره قرآن بیخی ضایع شود. روز به روز از قرآن فاصله گرفته شد، قرآن بیخی ختم شود. خو نه، چون حفاظت و ذمه‌واریش الله کرده. الله تبارک و تعالی چنایی را فکرش جور میکنه که قرآن کریمی قلمدار باید جور کنه. هر صدای قاری که خیلی خوش آواز است توسط قلم باید به میلیون ها نسخه قرآن چاپ میشه یا نمیشه؟ چاپ میشه نمیشه؟ آلمانی دستده ازی میشه که به کدام شکل قرآن چاپ کنه. ژاپنی دستده ازی میشه